سلام عزیزای من، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین؟ با کتاب ریاضی صفحه 30 شروع کنیم به گوش کردن این فیلم. توی قسمت اول تمرین های صفحه 30 ما یه سری جمع و تفریق داریم، همون جمع و تفریق های فرایندی که با هم انجام میدادیم. فقط یه فرق کوچیکش اینه که قرار امروز با رسم شکل انجام بدیم. پس خطکشا و شابلوناتون با مدارهای رنگیتون کنار دستتون باشه، یک به یک هم قدم با من انجام بدید. عدد 23 به اضافه 14. پس اول از همه 23 تا شکل میکشین به اضافه 14 تا شکل زرد دیگه یا هر رنگی که شما خودتون دوست داشتید. همونطور که میدونید تو جمع فرایندی ما از دسته های 10 تایی شروع میکنیم به بستنشون. یعنی من یک دسته 10 تایی از رنگ زرد با 23 کامل رنگ های بالا رو میبندم توی خط بسته. همون خط رو دور عددم بین 1 و 2 میکشم. 1 رو اضافه کردم به 23. چه عددی به ما داد؟ 33. 33 قراره نگاه کنم ببینم آیا جواب جمعمه؟ خیر، هنوز 4 تا دونه از بسته من بیرون باقی مونده. پس 4 رو اضافه میکنم به عدد 33. خط مساوی فراموش نشه. کل شکلاتون چند تاست؟ بله بچه ها، 37 تا. بقیه جمع ها رو شما با دقت انجام بدید. حالا با هم یکی از تفریق ها رو میخوایم بریم جلو. حالا که میخوایم تفریق انجام بدیم، شما میدونید که عددهای کامل رو باید بکشیم. یعنی شما 47 تا چینه برای من بکشید. خب اینجا چی کار میکنیم؟ منهای 22. پس 2 بسته از دسته های 10 تاییمون رو خط میزنیم. برای من چی باقی میمونه؟ 27. از 27 تا هنوز 2 تا از 22 تای بالا باقی مونده. پس 2 تا دیگه از روی یکیام خط میزنم. میشه کل عدد، کل شکل رو برای من بشمارید. 2 دسته 10 تایی باقی مونده و 5 تا مهره یکی، یعنی عدد 25. حالا با حوصله یک به یک به بقیه مسئله ها با حوصله جواب بدید. تمرین ها رو میذارم به عهده خودتون تا به صورت جمع فرایندی و تفریق فرایندی انجام بدید. میرسیم به قسمت تمرین بعدی. محور اعداد داریم، ولی چه محوری؟ محوری که فقط به صورت 10 تایی برای من مشخص شده. اصلا از من مهره یکی، دونه های یکی، اعدادهای خورد یکی رو نخواسته. پس برای همین هم محور اعداد من فقط 10 تا 10 تا نشون داده شده. 20 به اضافه 30. پس من روی محور عدد 20 رو پیدا کردم. به اضافه 30. پس 3 خونه میرم جلو، میرسم به عدد 50. پس 20 به اضافه 30 میشه 50. تو محور بعدی منها دارم. شما میدونید که اول باید بزرگترین عددم رو روی محور که اینجا 70 هست نشون بدم. میگه منهای 40، یعنی 4 تا خونه برمیگردم عقب و 70 منهای 40 جواب میشه 30. تو فعالیت بعدی بچه ها قرار تقریب بزنیم. یعنی من جای مشخصی برای این عددها دقیقش رو نمیخوام، حدودش رو میخوام. عددهای 23، 37، 41، 58 محور اعداد 10 تایی داریم. روی این محور کلی از ما سوال کرده. اول یک به یک جایگاه اونها رو باید مشخص کنیم. 23 اولین عددی که به گوش ما میخوره 20 هست. پس من میرم سراغ واحد 20. 20 رو که پیدا میکنم میگه 23. پس من فقط 3 قدم کوچولو که برم جلو
به 23 میرسم و فلشم رو همینجا میکشم. عدد بعدی 37. پس یعنی من قدم‌های بیشتری باید نزدیک بشم به 40. پس 1-2 قدم مانده به 40 فلش علامت 37م رو میزنم. 41. یعنی همین که عدد 40 رو دیدم یک کوچولو جلوتر علامتم مشخصه. 58. یعنی از عدد 50 خیلی دور میشم، پس به عدد 60 نزدیکترم. حالا سوالات رو پاسخ میدیم. حالا مشخص کنید عدد 23 به 20 نزدیکتر بود یا به 30؟ بله، من اگر فلش رو هم ببینم به عدد 20 نزدیکتره. عدد 37 فلشش رو ببینید بچه ها، به 40 نزدیکتره یا 30؟ بله، یک کوچولو بره جلو به عدد 40 نزدیکتره. حالا قراره شما مشخص کنید که عدد 40 به 40 نزدیکتره یا چه عددی؟ بله، به 50. پس بین 40 و 50 باید فلشم رو بذارم. حالا 41 به کدوم نزدیکتره؟ به 40. و فلش آخر من 58. از شما خواسته مشخص کنید عدد 58 به 50 نزدیکتره یا به 60. همون جور که فلش رو میبینم پس نگاه میکنم، میبینم یک کوچولو بره جلوتر به عدد 60 میرسه، پس به 60 نزدیکتره. جمع و تفریق دو عدد فرایندی رو بیاید یک به یک دوره کنیم. 24 به اضافه 37. شما چه کار میکنید؟ آفرین، با مداد قرمز دور 3 و عدد 24 خط بسته بکشید. چه عددی میمونه؟ بله، 7 من میمونه، ولی 3 به اضافه 24 شده و 54. یعنی اضافه کردن 10 تایی. بچه‌های گلم چه عددی باقی مونده؟ 7 1. 7 1 رو میارم دقیقاً زیر 4 1. 54 به اضافه 7. آفرین، حاصل جمع این دو عدد شد 61. بریم با هم دیگه یه جمع دیگه، یه دوره دیگه تا بهتر یاد بگیریم. 29 به اضافه 14. خط بستتون رو بکشید، یعنی دسته 10 تایی 14 رو ببرید اضافه کنید به 29 به عدد کامل بالا. 29 به اضافه 10 بسته هاش رو هم میکشیم. بله بچه ها، من شکلش رو هم کشیدم، پس شما هم شکل بکشید و دور یک بسته 10 تایی و 29 تا شکل خط بسته بکشید. بشمرید شکل روی هم چقدر شد؟ چند عددی شد؟ 39. 4 تا مهرتون هنوز بیرون خط بسته مونده، فراموشش نکنید. 4 رو بیارید زیر 9 که یکیه. حالا کل شکل هاتون رو بشمرید. 43. آفرین به شما که انقدر با حوصله، تمیز و مرتب دارید یک به یک توی کتابتون یادداشت میکنید. پس به خاطر همین من با شما یه جمع دیگم انجام میدم. شکل 37 رو بکشید. اینجا لازم نیست، من شکل رو نکشیدم، ولی شما بکشید. 37 را کشیدم، یعنی یه شکل 37 تایی و شکل 25 تایی. شما هم بکشید. آفرین، چقدر تمیز و مرتب، باریکلا. حالا قرار کل شکلاتون رو با هم بشمارید. خط بسته دور دو دسته و کل 37 فراموش نشه. حالا شکلاتون رو هم شد 57 تا. ولی بچه ها هنوز 5 تا مهره یکی بیرون خط بسته مونده.
پس 5 رو میارم زیر 57. حالا همه شکل ها رو بدون خط بسته با همدیگه بشمرید. 62. آفرین. پس اون رو هم وارد کتابتون کنید. تو فعالیت بعدی از ما خواسته وقتی همه دانش آموزان جمع کردن رو یاد گرفتن مثل شما، حالا قراره بریم سراغ تفریق. آموزگار چینه های 35 رو آورده، به یه گروه از بچه ها داده و حالا میگه شما 17 تا از مهره هاتون رو بدید به یه گروه دیگه. بچه ها فکر میکنید این گروه چند تا عدد براشون باقی میمونه؟ بیاین یک به یک بنویسیم و انجام بدیم. نصف مرحله ها رو براتون نوشتیم. 35 منهای 17. یه دسته از رو 35 تا برداشتیم. شد 25 تا و یعنی دسته 10 تایی رو ازش کم کردیم. منهای 7 تا دونه یکی. فکر میکنید حاصل کلش چقدر میشه؟ پس 27 رو 7 تا مهره، 7 تا دونه، 7 تا عدد، هر جور که خودتون راحتید به طرف عقب بشمارید. 18. آفرین به شما گلای قشنگ و باهوش. به همین طریق با وسیله هایی که ما داریم قرار 43 رو منهای 27 کنیم. من کل شکل‌ها رو اینجا کشیدم. 43 تا مهره و چینه. منهای 27. دو دسته 10 تایی بسته خط میزنم با 3 تا دونه از 43 تا. یعنی میمونه 23. بچه های گلم 23 7 تا مهره دیگه جا دارم که خط بزنم. پس اون 7 دارم میارم زیر 3 تا یکی و خطشون میزنم. چی باقی میمونه؟ 16. از 43 منهای 27 برداریم فقط 16 تا مهره برامون میمونه. خسته نباشید. صفحه 30 و 31 رو به کمک همدیگه انجام دادیم. اگر فرصت نکردید با یک بار دیدن فیلم انجام بدید، ازتون خواهش میکنم دوباره از نو فیلم رو بذارید، دونه به دونه گوش بدید و تمرین کنید. تا صفحات دیگه و برنامه دیگه، خداحافظ همه شما.